شبیه آمریکا یا انگلیس، کشور اروپایی، فرانسه؟ فکر نکنم بشناسم. وقتی اینجوری میگید مطمئنم مال ایرانه. ایران نیستن اینا کلا؟ یعنی با کشور خارجی بگم؟ عکس اول مال کجا؟ این چون این شکلیه برای ایران و کلا آسیا نیست، بیشتر شبیه اروپاست چون خیلی مرتبه. بابا این تو ویندوز 16 بود یادم. ویندوز 16 داداش 11 آخرین ویندوز یکی اومد. اینجا مراکشه. والا نمیدونم، این خیلی چیز عجیبیه، وسط بیابون یه دریاچه. از پشمای پاهاش به نظر میرسه که ایرانیه. این فکر کنم سوئیس باشه. این دیگه خود دوستای آنجیلاق واقع در قضیه. گفت ایران نیست. ببین اینا سقفاشون اینجوریه. نه خونه قدیمیه. این سقفای اینجوری داره. پس 100% نزدیک دریای جاییه که بارون بیاد. حد حال کرده. ببین بعد فکرت کار کن. این من حدس میزنم یه دانشگاهه. دانشگاه کلمبیا آمریکا. و تموم شد. همشون مال یک کشور. خب زودتر میگفت. چجوری یک کشور هم دریا داره، هم دریاچه داره، هم برف میاد، هم صحرا داره؟ حس تو یا آمریکا بود یا سوئیس و اینا اون سمتا؟ نگید که افغانستان تعجب خیلی میکنه. افغانستان. واقعا تو سورپرایز شدم. واو واقعا؟ کاش که عکسای دیگه افغانستان هم اینقدر قشنگ بود مثل طبیعتش. اگه افغانستان رو میخواستم قبل این مصاحبه توصیف کنم، اصلا همش تصورم بود که یه جای خشکه، یه جای بیابونیه. فکر نمی‌کردم اینقدر حالا قشنگ باشه، جای دیدنی داشته باشه. خیلی جالبه چون واقعا تصویر ما در مورد افغانستان به شدت تصویر منفیه. کجایی که من پدرم تعریف میکنه میگه چندین ساله که جنگ اونجا و اصلا واقعا انتظار نشم تو طبیعتی مال افغانستان. و مادامی که به نظر من دولت مرکزی قوی وجود نداشته باشه، شما هر چقدر که نعمت‌های خدادادی مثل همین طبیعت زیبا داشته باشین، اونا به چشم نمیاد. یعنی اصلا قابل بهره برداری نیست چون از امنیت اونجا محرومه. آره حاضرم برم افغانستان. خیلی دوست دارم طبیعتش رو ببینم و فقط بحث همون امنیتشه دیگه. اگه یه روزی امنیت توی افغانستان برقرار باشه حتما دوست دارم برم، به خصوص این جای قشنگی که الان تو عکس دیدیم برم ببینم و استفاده کنیم. هم به طبیعت به طبیعت علاقه داری؟ من خیلی طبیعت رو دوست دارم ولی متاسفانه چون هم یه جوری کارم در واقع کارمندی هستش خیلی کم فرصت میشه متاسفانه برم سفر. همیشه آخر هفته شیفت نباشم یه جایی از تهران رو میرم، یکی از روستاهای اطراف تهران. طبیعت مثلا من خودم با صدای آب خیلی حال می‌کنم. من همیشه وقتی هم میرم طبیعت خیلی به نظافتش اهمیت میدم. جاهای دیدنی رو تا حدودی خیلی‌هاش خب نتونستم برم و فکر نمی‌کنم بتونم برم، ولی خب از توی اینترنت تونستم یه مقدار اطلاعات در موردش جمع کنم. چین بودم یه مدت، بلغارستان بودم، ترکیه بودم. من ترکیه رو داشتم تا الان با قشم. چرا رفتم قشم خارج حساب میشه؟ منم ایالات متحده لرستان رفتم. جای دیدنی ایران رو بیشتر میشناسم تا دنیا. من از جنوب، دریای جنوب رو خیلی دوست داشتم و خیلی به نظرم بکر بود. بیشتر از اردبیل خوشم میاد. خب هر به قول معروف هر گلی یه بوی، هر جایی یه طبیعت. آوار زبافر. شما بفرمایید تو رو